درودی چون گل‌های رنگارنگ خدمت تمامی عزیزان و همراهان سایکونوس. ممنونم که همچنان ما رو حمایت کردید و همراه ما موندین. امیدوارم که درونتون همچنان پر از انرژی باشه و این انرژی درون رو تبدیل کنید به تلاش بیرونی برای یادگیری. توی بخش دوم از اختلالات ما میخوایم راجع به اختلالات ارتباطی صحبت کنیم. Communication Disorder. Communication Disorder شامل خودش چند تا اختلاله که اختلال زبان بیانی، اختلال زبان دریافتی، اختلال صوت گفتار و اختلال لکنت رو شامل میشه. توی این قسمت ما میخوایم راجع به اختلال زبان که شامل اختلال زبان بیانی و دریافتی میشه صحبت کنیم. با ما همراه باشید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و ضمناً یادتون نره شما میتونید از ویدیوهای انگلیسی سایکونوس برای تقویت زبان تخصصیتون بهره مند بشید. با ما همراه باشید و حمایت ما رو فراموش نکنید. در اختلال زبان ما دو نوع نقص متفاوت داریم. یکی نقص فقط در حوزه زبان بیانی هست و دیگری نقص مختلط زبان بیانی و زبان دریافتی هست. در اختلال یا نقص زبان بیانی یه نقص انتخابیه. چرا انتخابیه؟ چون فقط در حوزه بیان هست که در رشد زبان بیانی در مقایسه با مهارت‌های زبان دریافتی و هوش طبیعی اتفاق میفته. یعنی چی؟ این جمله داره به من میگه شخصی که دچار این اختلال هست، دچار نقص زبان بیانی هست، فقط در صحبت کردن، فقط در بیانش ما اون نقص رو میبینیم و در دریافت زبانش، یعنی درک مطلب و درک مفهوم زبان، هیچ مشکل و مسئله‌ای نداره و همچنان هوش این فرد، IQ این فرد IQ نرمال هست. پس تشخیصش با استفاده از بررسی 3 تا حوزه اتفاق میفته. اول اینکه آزمون استاندارد زبان بیانی گرفته میشه، آزمون استاندارد هوش گرفته میشه و آزمون زبان دریافتی گرفته میشه. هوش و زبان دریافتی باید نرمال و طبیعی باشه، اما زبان بیانی باید نمرش پایین‌تر باشه نسبت به اون دوتا. خب توی این نقص هم باز شدت‌های مختلفی وجود داره، اما خیلی راجع به شدت‌هاشون که بخوایم طبقه بندی کنیم و اینا، این طبقه بندی اصلا وجود نداره. فقط با توجه به نشانه‌ها و علائم و همینطور زمان تشخیص میان شدتش رو برآورد میکنن. مثلا شخصی که شدت خیلی خیلی بالایی از این نقص رو داره، ما توی 18 ماهگی اون آدم هم میتونیم تشخیص بدیم این نقص رو. و خب توی 18 ماهگی نمیتونه یه سری کلمات تک یا صداها رو اصلا به کار ببره، در حالی که در حالت عادی فرد توی 18 ماهگی باید بتونه یه سری تک کلمه ها یا تک صداها رو مثل ماما بابا حتما دیگه به کار ببره. ولی توی شدت بالای نقص زبان بیانی اون شخص تو 18 ماهگی نمیتونه اینا رو استفاده بکنه. ولی در حالت کلی و در حالت اکثریت بخوایم در نظر بگیریم، این اختلال معمولاً در سالهای ابتدایی دبستان تشخیص داده میشه و اینطوری نیست که ما بگیم که بیشتر افراد دارای شدت بالایی از این اختلالن. نه، بیشتر افراد اتفاقاً شدتشون پایین تره و معمولاً توی سالهای ابتدایی دبستان تشخیص داده میشن. این افراد توی اون دوران مثلا 6 ماهگی اون قان و قونا خنده های خودشون رو دارن و توی اون حدود 9 ماهگی میتونن اون کلمات ماما بابا رو به کار ببرن. ولی خب کم کم که میان جلو متوجه میشیم که یه سری اشتباهات تلفظی زیادی رو دارن و وقتی که به سالهای ابتدایی میرسن متوجه میشیم که نسبت به همسن و سالهای خودشون ذخایر واژگانشون محدودتره، تعداد واژه‌هایی که استفاده میکنن محدودتره. اما موقعی که مثلا میخوان با خودشون صحبت کنن یا با خودشون فکر میکنن، زبان درونی دارن،
یا اینکه موقعی که میخوان با یه اسباب بازی با یه شیئی بازی کنن نحوه استفاده درست از اون شی رو میدونن و بلدن و توی زبان درونیشون هم مشکلی ندارن. توی افرادی که این اختلال یا این نقص زبان بیانی رو دارن اغلب یه سری ناهنجاری های بسیار خفیفی هم توی EEG خودشون نشون دادن. در مورد تشخیص افتراقی نقص زبان بیانی باید این تشخیص نقص زبان بیانی رو از اوتیسم یا اختلال طیف درماندگی جدا کنیم. توی اختلال طیف درماندگی یا اوتیسم این افراد دارای یه سری حرکات کلیشه‌ای و تکراری هستن که قاعدتاً توی افرادی با نقص زبان بیانی وجود نداره. باز باید این افرادی که دارای نقص زبان بیانی هستن رو از افرادی که دارای زبان پریشی اکتسابی هستن جدا کنیم. توی افرادی که زبان پریشی اکتسابی دارن رشد زبانشون مثلا میبینید توی 5-6 سال اصلا تا 5-6 سال حتی طبیعی بوده. بعد یهویی با یه اتفاقی که حالا توی زندگیشون میفته، ممکنه تصادفه، ممکنه تشنجه، ممکنه ضربه به سر، یه اتفاقی که براشون میفته باعث میشه که اون زبان پریشیه به صورت اکتسابی کسب کردنی از محیط اتفاق براشون بیفته. پس در ابتدا رشد زبانشون به صورت کاملا طبیعی و مناسب بوده، یهویی افول میکنه بعد از اون اتفاقه. و همچنین باید این افراد رو از کسایی که سکوت انتخابی دارن متمایز کنیم. اون اشخاصی که سکوت انتخابی دارن رشد زبانشون کاملا طبیعی هست و اون شخصی که سکوت انتخابی داره با اعضای خانوادهش و با اون اشخاصی که خیلی باهاشون گرم و صمیمی هست به خوبی و با راحتی صحبت میکنه، اما بیرون خونه دچار اضطراب میشه و منزویه و سکوت رو انتخاب میکنه بیرون خونه به سبب اون اضطرابی که داره. و همچنین افرادی که دارای نقص زبان بیانی به تنهایی هستن باید متمایز بشن از اونایی که نقص دارن توی زبان دریافتیشون. در رابطه با هم ابتلایی، افرادی که دارای نقص زبان بیانی هستن بیشتریاشون ممکنه مثلا یه سری بیماری های همزمان بگیرن. ببینید، اول اینکه بدونید وقتی که یه شخص یه نقصی رو تو خودش ایجاد میبینه، یه نقصی تو خودش میبینه، درون خودش میبینه، مثل شخصی که حالا نقص زبان بیانی داره، خیلی احتمالش زیاده که مبتلا بشه به یه سری اختلالات هیجانی. خب فرد ممکنه اصلا دیگه از صحبت کردن عادی اضطراب بگیره، یا اینکه فرد ممکنه اصلا دچار افسردگی بشه و یا این اختلالات هیجانی خیلی ممکنه که محتمل هست که براش اتفاق بیفته. اما توی هم ابتلایی‌های دیگه با نقص زبان بیانی بیشترین هم ابتلایی مربوط به ADHD یا بیش‌فعالی هست، نقص توجه و بیش‌فعالی، که حدود 19% از افرادی که نقص زبان بیانی دارن ADHD هم دارن. و بعد از اون در جایگاه دوم اختلالات اضطرابی هست که 10% از این افراد اختلالات اضطرابی دارن و بعدی اختلالات نافرمانی مقابل جویانه و اختلال سلوک، دوتاشون با هم در حدود 7% از افرادی که نقص زبان بیانی دارن اتفاق میفته. و بعد از این در واقع اختلالات هم ابتلایی برمیگرده به هم ابتلایی با اختلالات یادگیری، هم ابتلایی با صوت گفتار و هم ابتلایی با مشکلات یا نقص زبان دریافتی. بریم سراغ سبب شناسی. اصلا به چه علتی این نقص در زبان بیانی اتفاق میفته؟ یکی از دلایلی که تونستن براش پیدا کنن عدم تقارن کاهش یافته نیمکره مغز هست یا عدم تقارن معکوس دو نیمکره مغز هست. ببینید در حالت طبیعی خب مغز انسان در حالت طبیعی خب دو تا نیمکره داره، چپ و راست. در حالت طبیعی نیمکره چپ بزرگتر از نیمکره راست هستش و اگه این
عدم تقارنه، این بزرگ بودن نیمکره چپ نسبت به نیمکره راست بیاد کم بشه، ممکنه این یکی از دلایلی باشه که این مشکل به وجود بیاد. چرا نیمکره چپ در حالت طبیعی بزرگتره؟ به دلیل وجود بخش هایی که توی نیمکره چپ هست ولی توی نیمکره راست نیست. مثل چی؟ مثل بروکا، مثل بخش هایی که مربوط به زبان هست. پس به همین دلیل نیمکره مغز انسان ها در حالت طبیعی نیمکره چپشون بزرگتر از نیمکره راست مغز هست. اگر این اختلاف این دوتا نیمکره بیاد کم بشه میتونه یکی از دلایل باشه، و یا اینکه اصلا بیاد تقارن معکوس بشه، یعنی به جای اینکه نیمکره چپ بزرگ باشه یهو میبینه نیمکره راستش بزرگتر از نیمکره چپشه. پس این هم ممکنه یکی از دلایل این نقص باشه. یا اینکه اومدن دیدن توی اون افرادی که چپ دست هستن این اختلال نقص زبان بیانی خیلی بیشتر اتفاق افتاده تا اون افرادی که راست دست هستن. و یه سری عوامل ژنتیکی مثلا اومدن باز توی دوقلوهای یک تخمکی بررسی کردن و دیدن وقتی که یک قل مبتلا به نقص زبان بیانی هست احتمال خیلی بیشتر قل دوم هم این مسئله و این نقص رو تا حدی از خودش نشون میده. یا عوامل محیطی مثل آموزش. اگه آموزش کافی برای اون بچه وجود نداشته باشه، اون بچه در معرض تحریکات زبانی مناسب نباشه، خب طبیعتا این اختلال ممکنه براش ایجاد بشه. بریم سراغ نقص دوم. نقص دوم گفتیم نقص مختلط زبان دریافتی و بیانی. ببینید علاوه بر این که در حوزه بیانی مسئله داره این شخص، توی حوزه دریافتی و درک مطلب هم مسئله داره و براش مشکله. احتمالی که دادن و بررسی هایی که کردن دیدن توی این افراد شخص توی جدا کردن صداهای مختلف از هم توی ذهنش مشکل داره، یعنی در واقع اون پردازش شنیداری توی مغزش دچار مسئله شده، یا اینکه حافظه اون توالیه‌های صوتی که میشنوه خیلی حافظه کوتاهی هست. به فرض مثال اگه شما بیاد به این فرد بگید هر آنچه که من تکرار میکنم به همین ترتیب تکرار کن، مثلا بعد بهش بگید مثلا بگو 1 7 9 3، خب این 1 7 9 3 رو نمیتونه خیلی به همین ترتیب حفظ کنه و اون حافظه توالی های صوتیش کوتاهه، ممکنه فقط دوتای اول رو بتونه بگه، بقیهش توی حافظش نمونه. پس احتمال دادن که فرد در پردازش شنیداریش مسئله داره و برای تشخیصش هم خب با اینکه این فرد هوش طبیعی داره، هوش غیر کلامی طبیعی داره، اما نمره‌های پایینی در زبان بیانی و همچنین زبان دریافتی کسب میکنه و خب این باعث میشه که این مشکل چون از مسئله قبلی جدی تر میشه باعث میشه که یه سری اختلالات در تحصیلش، در ارتباطات اجتماعی روزمرهش هم به وجود بیاد. این اختلال مختلط زبان دریافتی و بیانی معمولاً قبل از سن 4 سالگی خودش رو نشون میده، اما اگه خیلی خفیف باشه ممکنه تا سن 7 سالگی هم خودش رو نشون نده. معمولاً این افراد، این کودکانی که دچار این مشکل میشن موقعی که 18 تا 24 ماه هستن نمیتونن به صورت خود به خودی یک واژی یا یک حالا صداهایی رو به صورت منفرد خود به خودی بیان کنن. اگر هم چیز بیان میکنن معمولا به صورت تقلید از دیگری هست، پس به صورت خود به خودی نمیتونن یک واژه یا یک صدایی رو در این سنین 18 تا 24 ماهگی بیان کنن. و همینطور مثلا اگر به کودکانی که دچار این نقص هستن یه تصویر نشون بدید و ازشون بخواید که معنا و مفهوم این تصویر رو بیان کنن یا این تصویر رو شرح بدن، توی این مسئله هم دچار مشکل هستن و اون نمادهای دیداری، نمادهای شنیداری با زبان رو نمیتونن خیلی هماهنگ کنن، مرتبط کنن و باز هم توی این نقص هم خطاهای تلفظ بیشمار هست، خطاهای تلفظی بسیار زیادی دارن و دچار مشکلات زبانی بسیار گسترده تری هستن.
در تشخیص افتراقی هم باز باید افرادی که دارای نقص مختلط زبان دریافتی و بیانی هستند با افرادی که دچار اختلال صوت گفتار هستند یا افرادی که دچار لکنت هستند یا افرادی که دچار اصلا اختلال شنوایی هستند جدا بشن. چطوری؟ این افرادی که تا الان نام بردیم، یعنی اون کسایی که دچار اختلال صوت گفتار هستن یا لکنت دارن و یا اختلال شنوایی دارن، زبان دریافتیشون طبیعی هست، یعنی درک متنشون، درک مطلبشون طبیعی هست و میتونن به خوبی مطلب رو درک کنن، بفهمن. فهمیدنشون دچار مسئله نیست. در رابطه با هم اطلاعی هم باز ADHD در 1/3 از این افراد وجود داره. باز اختلالاتی مانند اختلالات یادگیری، مشکلات تنفس رو از خودشون ممکنه نشون بدن و یا حتی اختلالات اضطرابی، اختلالات سلوک، اینها ممکنه هم ابتلایی باشه با اختلال نقص گفتار بیانی و دریافتی. در خصوص شیوع اختلال زبانی، چه اختلال نقص بیانی به صورت تک و چه مختلط زبان بیانی و دریافتی با هم، در خصوص شیوعشون حدود 5% از کودکان پیش دبستانی این مشکل رو دارن و حدود 3% از کودکانی که در سنین مدرسه هستن این مسئله رو دارن و در پسرها هم 2 برابر دخترها این نقص زبان اتفاق میفته کلا. ببینید این اختلال میشه گفت در خیلی از افرادی که این اختلال رو در سنین مثلا پیش دبستانی میگیرن، با گذر زمان و بزرگتر شدنشون ممکنه بهبود خود به خودی اتفاق بیفته. به همین علته که توی کودکان پیش دبستانی 5% ولی میرسه به سنین مدرسه شده 3% شیوعش. پس این 2% چی شد؟ اون 2% احتمالاً دچار بهبود خود به خودی میشن. پس بهبود خود به خودیش هم خیلی محتمل هست. و در رابطه با سبب شناسی، این که ممکنه خب باز عوامل محیطی دخیل باشن و ممکنه اصلا مثلا توی سلول های مغز، توی نورون ها وقتی که دارن میلین سازی میکنن، این میلین سازی خیلی کندتر از حد طبیعی انجام بشه و یا یه سری ناهنجاری های رشد مغزی وجود داشته باشه که باعث بشه که پردازش مغز در حوزه مثلا شنیداری و یا درک متن کندتر اتفاق بیفته. خب تدریس ما در رابطه با اختلال زبان در حوزه اختلالات ارتباط به پایان رسید. امیدوارم که براتون خیلی مفید باشه. خیلی انرژی زیادی صرف میشه بابت اینکه این مطالب به این نحو شسور رفته و فوق‌العاده مفید و خلاصه شده در اختیار شما قرار بگیره و بتونید استفاده کنید. همین که بتونید ازشون استفاده کنید، براتون مفید باشه، خیلی باعث رضایت و خوشحالی ما. این وسطا ما رو هم یه حمایت ریزی بکنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. افرادی که دوست دارن در حوزه روانشناسی بیشتر و بیشتر اطلاعات کسب کنن، دانشجوهای روانشناسی میتونن این مطالب رو استفاده کنن. افرادی که در زندگیشون با آدم‌های مختلف سر و کار دارن، مثل معلم‌های عزیز، مثل اساتید عزیز، باز میتونن از این دوره ها به شدت بهره مند بشن. با ما همراه باشید و برای آموزش های بیشتر ما رو حمایت کنید.